اخیراً انسیه خزعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری مدعی شده که یک مهمان ژاپنی به او گفته خانم‌های ایران در سطحی پیشرفته‌تر از زنان ژاپنی کار می‌کنند. فکر نمی‌کنم جای هیچ تردیدی با همین حرفایی که عرض کردم به جا مونده باشه، اما برای بررسی همین ادعا بیتا میلانیان، فعال فرهنگی و البته کارآفرین سرشناس ایرانی آمریکایی همراه ماست تا از او بیشتر در مورد این ماجراها سوال بپرسیم. خانم میلانیان عزیز، خیلی خوش آمدید. سال نوتون مبارک. درود بر شما، نوروز پیروز، به امید آزادی ایران. واقعا وضع زنای ایران از ژاپن بهتره یا اینکه خانم خزعلی رو اون خانمی که از ژاپن اومده بود گیر آورده یا خانم خزعلی ما رو گیر آورده؟ قضیه از چه قراره خانم میلانیان؟ فکر میکنم قصه گوهای خوبی هستن این دوستان که چه عرض کنم، واقعا دشمنان مردم ملت ایران که با این داستان بافی ها، با این خرافات هایی که اینا ساختن، واقعا خودشون رو میخوان فکر کنم گول بزنن، ولی زنان ایران، مردم ایران گول نمیخورن. اگه زنان ایران، شیرزنان ایران که وابسته به دولت نیستن و خودشون به تنهایی دارن می جنگن، واقعا من تعظیم میکنم به تک تک زنان ایران که اگر جایگاهی در ایران امروز دارن، اگر رتبه‌ای دارن، اگر در کارآفرینی موفق بودن، فقط و فقط به خاطر کوشش خودشون بوده، به خاطر اون ستیزی که اونها داشتن ضد رژیم، نه اون زن ستیزی و مرد سالاری که دولت بر اونها به وجود آورده. خب من واقعا چرا فکر میکنید که خانم خزعلی به دنبال مقایسه زنان ایرانی با زنان ژاپنیه؟ چه فصل مشترکی این وسط وجود داره؟ حالا به هر حال اگرچه ژاپنی‌ها مقداری از کشورهای دیگه پیشرفته جهان در این حوزه عقب‌ترن، ولی چه فصل مشترکی این بین میبینید؟ جز این که یه پروپاگاندا باشه، جز این که بخوان همون که گفتم بخوان با یه چیزی رو با هم مقایسه بکنن که هیچ ربطی به هم نداره، چیز دیگه نمیشه اسمشو گذاشت. و اینی که مردم ما خیلی هوشمندتر، زنان ما خیلی هوشمندتر از اینا هستن که بخوان به همچین چیزایی باور داشته باشن و بخوان اصلا خودشون رو مقایسه بکنن با یه کشوری که همونطوری که شما گفتین رتبهش همچنان بالا نیست در جامعه. ما الان کشورهایی داریم چرا نباید با کشوری مثل سوئد مقایسه بکنیم؟ کشوری که من این افتخارشو داشتم که هفته پیش اونجا باشم برای کنسرت بزرگی به نام بانگ آزادی، فریاد آزادی برای ایران، A Call for Freedom، که دیدیم چندین زن در سیاست اونجا فعال هستن. در پارلمان سوئد زنان ایرانی که ما در پارلمان سوئد داریم، نخست وزیر گذشته سوئد زن بوده. چرا نباید با همچین کشورهای خودمون مقایسه بکنیم؟ با این فرهنگ غنی، با این تاریخچه غنی که ایران داره و رشدی که ما تا قبل از این جمهوری اسلامی داشتیم، چرا نباید با اون کشورها خودمون مقایسه بکنیم؟ خب خانم میلانیان، خود شما از کارآفرینان ایرانی آمریکایی هستید، در حوزه کامیونیکیشن یا زیرساخت مخابرات و ارتباطات فعال هستین. آیا در آمریکا که به هر حال اقتصاد اول دنیا هستین برابری جنسی رعایت میشه و اساساً برابری جنسیتی در محیط کار یا در کارآفرینی به چه مفهومی اطلاق میشه؟ موضوع خیلی مهمی رو بهش اشاره میکنیم، برای اینکه این برابریت جنسی در غرب هم هنوز داریم بهش میپردازیم. مؤسسات مختلف، گروه‌های مختلف هستن که دارن برای حقوق برابری زن در حوزه کاری، در حوزه اجتماعی دارن فعالیت میکنن. در همین آمریکا داریم میبینیم قوانین داره عوض میشه، ضد زن خیلی کارا اتفاقا داره میفته. به خاطر همین این یه چیزی نیستش که بگیم که حل شده هستش، به خصوص در ایران که 100% حل نشده. اینجا هم داریم این مسائل رو، ولی خب ما آزادی بیان داریم اینجا، آزادی حق این رو داریم که بخوایم رأی بدیم، میتونیم بریم به دنبالگیر این مسائل باشیم و امیدواریم که بتونیم با این کارهایی که در این کشورهای آزاد داره انجام میشه، با همبستگی که بین زنان وجود داره، بتونیم همین کار رو، همین این فعالیت ها رو، همین حمایت ها رو از زنان داخل ایران، از زنان خانم‌های داخل ایران داشته باشیم که واقعا دنیا به سمتی بره که بایستی بره که این برابری وجود داشته باشه. این مرد سالاری متاسفانه در همه جوامع وجود داره، شدتش بالا پایین هست، ولی اینی که ما بگیم برگردیم به اول صحبتمون که در ایران خیلی ما جلو هستیم از این مسائل، واقعا دروغ محض هست از طرف دولت جمهوری اسلامی. و فکر میکنید چه ارتباطی بین این دروغگویی یا پروپاگاندای دولتی برای ترویج دوشاگاهی‌ها و دیس اینفورمیشن ها وجود داره و اون چیزی که انقلاب زن زندگی آزادی در داخل ایرانه؟ فقط و فقط هدفش همین هست که بخوان جلوی زن زندگی آزادی و این انقلابی که به وجود اومده و
حالا هم در پیش خواهد بود تا به پیروزی برسیم رو بخوان بگیرن که فکر نمی‌کنم هیچ وقت موفق بشن دیگه. بی نهایت ازتون ممنونم بیتا میلانیان، فعال فرهنگی و البته کارآفرین ایرانی آمریکایی که با من در این بخش از برنامه همراه بودید.